السلام علیکم. زه سره د دې غوړ او د ببر سر او ما ویلي چې لندن ته هر وخت ځو، نو زه نن لندن کې د چا مېلمنه یم؟ آلیا انصاري. څنګه یې ګرانې؟ ښه یې؟ ښه یم مننه. خبرش کن؟ داریم آلی بیشتر دور از جانت نان میخوریم. خب آلیا جان، امروز مرا چور میگی؟ چور لندن، صحیح؟ امروز نجیبا جان گفتیم که شکر بسته برش میدیم. خب ویدیو شما رو میانه سعی کنیم تو نمانی ما خیر است. لندن نشانش میدیم. آقا ایرانی ها مامرن اصلیشم شد نیدیم. ما به این میگه باید ویدیو بریم. خب و ما گفتم که آلیا جان گفتم که آلیا جان اینجا خنده داریم، یک دیگه کارخونده ما هستن که کمره را آواید میکنه، اجازه فامیلی ندارم، مگر ما از اون مردم بی فرهنگ هستیم که کسی که اجازه نداشته باشه بازم کمره را چند میکنه میگیریم. از اونمو مردم شاخدار هستیم. ببخشید. خب سایز پس میام به سر تاپیکی که آلیا جان اینا میباشه که ما و اینا چکر لندن میزنه که شما ما گفتم چقدر خوب باشه این رقم، یک مثلا این رقم بس و این رقم امن و صلح در افغانستان در کشور خودمون شما باشه و ششته باشیم طرف خرقه بریم قزمان. چی مزه خواهد کرد، چی کیف خواهد داشت. آهنگای احمد ظاهر واو. و آهنگای خود که من آلیا جان گفتم آهنگای خود چی زمادمی مثلا صدام بسیار خوب هستم. مگم به افتخار خودتان گلونم یکم زلزل گرفتم، میفهمید بیشتر آلیا جان یک نان پیش از زمزمان گلون درد میشن. به ایمانا که ما هنرمند هستم یا هنربند هستم. هنربند خو نیستم نه. از این مردم اینجا یادوارشم که آهنگ ما برش گفتم که آهنگای تا زیاد دوست دارم، خود شخصیت هم و اونموجی از که هر چیز از دل بخوای باز میتونی به مراد برسی که آلیا جان ما بسیار به شخصیتش احترام دارم، به هنرش، به صداش و امروز ما دیدیم. من هم مشتاق دیدار این دختر خانم مهربان بودم که همین دری که صحبت میکنه من میگم این گپ بزنم من بشنوم. بیشتر ما غذا صرف میکردیم میگه که دور از جانتان. گپکای جالبش خوشم میاد، کرکترش، مهربانیش، دلسوزیش به هموطنایش. ایران خوشحال هستم که من امروز تانستم موفق شدم که از نزدیک ببینم. ما همچنان تشکر، مهربان هستید خودتان و خدا کنه دوستی ما همیشه مطلق پایدار باشه. و خواهرم است دیگه چیزی فکر نکنید، خواهرم است. کور شوین شما. ایران شما غلط درک نکنید. Exactly. به خاطر که بعض وقتا ما نمیکنیم، بعضی از مردمای ما البته که درک دوست داشتن یا چی میگیم ما کراش میگیم مثلا فن میگیم این چیزا رو نمیتونیم که درک بکنیم. یک دقیقه یک هیرستایل نو آمده در لندن، من میخوام شما نشون به زودی ما و آلیا جان اینمی هیرستایل دور میکنیم. بخیر کامینگ سون بخیر. والا اینمی هیرستایل ما خود جور کنیم. واو چی جور میشه چی جور شوانی چی جور شو از ما شما انا مستقل که ما خودت هستیم و چی سوشل میدیا میفهم. مرا یکان کسی میگه که تیک تاک جو خود در تیک تاک نیستی. بودم یک چند وقت و او رو چی میگم علاقه‌مندی شوق من بسیار کم مدت میباشه. یکان دفعه خوب یکان چیز خوشم میاد باز یک دفعه پس میاد. چی دوستی ما مرا نه انسانانه البته که خو انسانانه دیگران افرا خبر. اوکی خب دیگه نه مالی زوف کده بودم، سختی دل کده بودم، ما گفتم نه محبت ما کابل برسم بیچاره و خودتان بگی کدام نجیبه چی اسکیوز می ما شوق بود و علاقه من مو قبول که تو لندن نشان بدم بعد از نه دوستی ما پایدار میباشه انشالله بخیر انشالله. نجیبا جان خود تیک تاک نمبر اول است. من کسایی میکنم خوشم میاد به خاطر که من خود میفهمیدم سریالا و اکتینگ میکردم با زلزو که از پاکستان آمدم به افغانستان در میگه دیگه نتاق و دراما و نمو اکتینگ که تشنگی ما میمونه سریال و چیزا نیست و دیگه تیک تاک سر تشکر از تیک تاک. دیروز هم تو
خوب یک گفت خوب زده بودین کافی که میخوردی گفتم که I love you too اونمو که بود ما که در کراچی بودم اونمو یگانده در زبان آدم اینمی بود نه واسه کابل بودم کسی نمیفهمه زیادتر دیگه او را چیز که خدا سر یگان تو گفتی گفت بیچاره هیچ نفهمید هیچ نفهمید باز که نفهمید باز مزیشم رفت دیگه ما گفتم نیم مزه نمیته یگان کس بفهمه شما فهمیدی؟ مرمه گفتم نمیشه گفتم نمیشه مگه ما افغانی خدا میزنیم افغان که میزنیم دو بایی مگم یگانده از محبت هم میشه ما پختنی که مورد دست یا کسی که مثلا یک آهنگ یا کسی که بسیار خوب یک بازی کنه یا سپورتس واره و میگم دادا خرابه چی چه سندره ویلده ما دادا آخه د سپیز دید برا زبردست چاکو والا اینه می تعریف ما است نی مگم مانایش نیست که ما داو میزنیم ما داو نمیزنیم یک پکویس میگه که وقت یک دو همسایه پلو زندگی میکرد یک زن پشتون یک زن تاجک بود از شوهر زن پشتون که میامد به خانه دمی اولش داخل میشد میگه فول لیوانه سنگه بیا داخل شده بیا خانه بازی شوهر تاجک که میامد عزیز ما سمانه میگه بریم داخل خانه چی میکنی دیگه تو سنه کوره خزیار بازی زن پشتون یک روز گفت بیا که من پرسان کنم که چی سر چیز تایی غیر مرا میایه و لیونه زچ زو کرده سکه گفت که تو چی میکنی که شوهر دقیقا ناز میده گفت من ناز میکنم ناز باز برش ناز یاد داد ناز بستنم من بازم نازم شوهر پشتون نفهمید فکایی بسیار شدی باز کمتر خود دیگه من شوهر پشتون نگیرم به ایمانا بود که اونا ناز یاد نداره چی گفتین؟ آلی باز پشتونا شاخ میکشه مردایش نیم از میفهمی؟ این راست است از محبت میگه لیوانه ای یک همکار ما بود نام ما ان داره نامی او ام داره نطاق بسیار عالی هستم همکار بسیار عزیزم بود مجیب آرز مجیب جان او مرا لیوانه میگه ما او را لیوانه میگه مگم از محبت بسیار 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 نو داوت یگانه نطاقی که ما امروز همیشه برنامه رو پیش بردیم که هیچ وقت احساس ناراحتی نکردیم همیشه کامفتبل بودیم از سوالایش از گپ صحبتش سلام باش سلام مجیب جان عزیز لیونی سنگه لیونی سنگه یس سلام برسد جایت خالی دینم اونجا کدیو دختر جایت خالی مجیب جان اینجا جای نیست اینجا جای نیست اینجا جای نمیشینی بخشی و میگه که تو رسیده باشی اینجا میگه جای کی میمانه نی دستی ما را صبر است خب یدون کلگا تاسو کوم چې موږ دلته ولاړ یو او دا موږ کوم ځای روان یو سه ما طرف سنترال لندن میریم اکسفورد استریت خب صحیح ده Hello, pretty woman. Buffalo soldier in the heart of America. Stolen from Africa, brought to America. Fighting on a rival. Fighting for some more. Whoa, yo, yo, yo. Whoa, yo, 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 yo. Thank you very much. Buffalo soldier.
داسې دي او End of wow the day. And she is so so tired دومره ستړي شول دومره خوند یې وکړو زما دې ببر سر ته وګورئ خدایه پاکه قربان د سم وای قربان دې سم نو کشکې مونږ ټول افغانان د یو بل سره دومره مینه ولرو د یو خور سره د یو ورور سره د ټول افغانانو سره ریسپیکټ مینه دا یوازینی هغه شی دی چې مونږ ته څه ورته وایي چې پازیټیو انرژي راکوي مونږ مخکې نور هم ډېر شو دا ټرینډ نور هم تېز شو او بس په لوی الله په سمه عالیه جان ته شکر په خیر باشه تhank you so much thank you so much الله مو مل شه او دغه د ټرین تیز روان دی